یک گروه از دانشجویان تاجیک که باید طریق کوتا به عربستان سعودی برای تحصیل در بخش نانوتکنولوژی می‌رفتند، در نیمه راه ماندند. به گفته آنها سال تحصیل به پایان می‌رسد، اما دقیق نیست که کی اجازه سفر را دریافت خواهند کرد. مقامات تاجیک میگویند که این مسئله در حال بررسی است و عربستان سعودی کار را کشال می‌دهد. یک جوان که میبایست ماه ژانویه امسال در هیئت 50 نفره دانشجویان تاجیک برای تحصیل به رشته تکنولوژی نوین یک از دانشگاه عربستان سعودی میرفت، تا هنوز در دوشنبه درمانده است. این جوان که نخواست نامش برده شود گفت ماه آگوست سال 2016 بر اساس یک آزمون از طرف مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف برای تحصیل در عربستان سعودی انتخاب شد و ماه ژانویه امسال باید به ریاض می‌رفتند، اما با گذشت 5 ماه تا حال جواب رد یا تصدیق نگرفته است و به گفته خودش در حال راهگمی قرار دارد. ماه ژانویه سال 2015 در جریان سفر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان به عربستان سعودی توافق حاصل شد که سعودی برای تحصیل دانشجویان تاجیک بورسیه جدا می‌کند. مقامات تاجیک میگن این بورسیه‌ها پورا برای رشته‌های علم‌های دنیوی جدا گردیدند. دانشجویان تاجیک که برای تحصیل در سعودی انتخاب شده‌اند میگویند آنها ماه سپتامبر سال گذشته تمام سندهای خود را در نهادهای کشور تصدیق کرده بودند. با گفته اسمت الله شادیف مدیر مرکز برنامه‌های بین‌المللی وزارت معارف و علم، 9 ماه می‌شود که این مسئله کشال می‌یابد. شادیف روز 13 می در صحبت با رادیو آزادی گفت: مسئله اینه که همون 50 نفری که باید در عربستان سعودی می‌رفتن، هر شخصیت 50 نفره اونو آموزش کرده، تصدیق کردن که ما آنها قبول کرده میتونیم. سطح وزیر کارهای خارجی و در سطح سفیر شویگری عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان این مسئله علیه یک مراتبه موردی بحث قرار گرفته شدگی است، سپارش شدگی است که این مسئله دیده برآمده شود و این مسئله مورد بررسی حاضر است. در همین حال مسئولان سفارت عربستان سعودی در تاجیکستان گفتند مسئله تحصیل دانشجویان تاجیک در این کشور تا حال مورد بررسی قرار دارد. عبدالعزیز محمد البادی سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفت موضوع در حال بررسی است و از هر نویگری جانب تاجیکستان را آگاه خواهند کرد. کارشناسان میگن مشکل در اینجا تنها یک چیز بوده میتواند که آن همسر انتخاب نامزدها برای تحصیل است. رشید غنی عبدالله کارشناس تاجیک گفت مادامی که عربستان سعودی کوتا را جدا و جانب تاجیکستان نامزدهای خود را پیشنهاد کرد، نباید مشکلی پیش آید. اما با گفته او سبب به نظر من این است که آنها چندان از نامزدهایی که جانب تاجیکستان پیشنهاد کرد در وجه نیستند. مثلا دیگر یگان اساسی عقلانی برای فهمیدن آنها وجود ندارد. تصمیم پرمیر را رفتن میکردن جانب تاجیکستان که اختیار کرد، پس اونو باید قبول کنند، یا اینکه همراه با جانب تاجیکستان باید دانشجویان را انتخاب کنند. دانش آموزان تاجیک در حالی از در راه تحصیل به عربستان سعودی درماندند که قبلا تاجیکستان صدها نفر از شهروندانش را از تعلیم در این کشور بخصوص در مدارس دینی به وطن آورده بود.